یه تئاتر دریاچه قو رو نگاه کنیم. دریاچه قو درباره شاهزاده‌ایه که عاشق یه دختر به اسم اودت میشه. اما اودت و بقیه دختران زیبای این سرزمین طلسم شدن. طلسم میگه روبارت درست کرد، دختر خودش زشته و حاضر نیست کسی باش ازدواج کنه. به خاطر همین تمام دختران زیبای شهر رو تبدیل به قو کرده. قوهایی که فقط شبها تبدیل به دختران زیبا میشن. یکی از این شبها که شاهزاده میره اون دریاچه، اودت رو میبینه، عاشقش میشه و توی یک مهمانی‌های دیگه‌ای که برگزار میشه، وقتی روبارت میفهمه که شاهزاده عاشق اودت شده، دختر خودش رو جای اودت جا میزنه. شاهزاده به اودیل عشق میورزه و بعدش متوجه میشه که اون اودت نبوده. برمیگرده به دریاچه تا بابت کار اشتباهی که کرده از اودت عذرخواهی کنه. آخرش میتونه متفاوت باشه. توی نوع تراژدیکش این دوتا با هم دیگه توی دریاچه غرق میشن و طلسم شکسته میشه و توی نوع دیگرش این دوتا به هم دیگه میرسن و طلسم دریاچه شکسته میشه. این تئاتر با کارگردانی و نویسندگی مهسا قفوریان بهترین تئاتری بود که تو عمرم دیدم. لذت بردم، بی عیب و نقص بود. بیا پست بعدی تا تحلیل روانشناسی هر کدوم از شخصیت‌ها رو با هم دیگه بررسی کنیم.